ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 21 یونیو سال 2022 یک دختر 19 ساله ساکن کوچه بورباد جماعت دهات گلستان در کنار شهر لیوکند خودکشی کرده است. بنا به اطلاع این نهاد، این دختر روز 19 یون با سبب‌های نامعلوم اشیاءهای خود از جمله شناسنامه، روی مال و پای افزارش را در ساحل کانال معروف به نام کانال استالین مانده خود را به او پرتافته است. جستجوی جسد از جانب کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان تمام روز ادامه داشت ولی نتیجه نداد. جستجو از صبح 22 یون از سر گرفته شد. سبب دست به خودکشی زدن این دختر جوان هنوز معلوم نیست. هر سال در تاجیکستان تقریبا 600 مورد خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. 10 نفر آنهایی که قصد جان خود می کنند جوانان و نابالغانند. مشکلات زندگی و جنجال عائلوی از سبب‌های عمده دست به جان خود زدن مردم در تاجیکستان شمرده می شود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همچنین خبر قبلا نشر شده درباره پیدا شدن جسد یک کودک 9 ساله را در شهر بختر تصدیق کرد. بنا به اطلاع ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان، در کانال جیهون جسد نابالغی را یافتند که هنوز 8 روز پیش ناپدید شده بود. در خبر آمده است که این پسر بچه ساکن کوچه میرزا قادر شهر بختر همگی 9 سال داشت. او شب 14 یون سال روان بعد ساعت 21:00 دقیقه از خانه بیرون شده دیگر برنگشت. طول این روزها کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی شهر بختر او را می‌جستند. بالاخره روز گذشته 21 یون ساعت 2:50 دقیقه از شعبه وزارت کارهای داخلی شهر بختر بر ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده درباره نمودار شدن یک جسد پسر بچه اطلاع دادند. کارمندان نجات ریاست به زودی به جای حادثه رسیدند. جسد را از آب کانال جیهون بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. سبب غرق شدن پسر بچه معلوم نیست. والدانش در این باره هیچ اظهار نظر نکردند. روز 21 یون پرویز تیوی با نشر یک ویدیو خبر داده بود که جسد بیجان یک کودک 9 ساله را از زیر پول در شهر بختر یافتند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری در آب‌های تاجیکستان الکی بیش از 60 نفر از جمله 30 کودک سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود.